دوستان عزیز، فصل سرما رسید و اکثریت از هموطنان ما بی‌وضاحت هستند و حتی لباس مورد نیاز به خاطر سپری کردن این فصل سرما ندارند. خانواده هایی است که در قسمت های از کوه ها، حتی با وجود که در یک شرط بسیار طاقت فرسای اینا زندگی میکنن و زمستان هم از جهت دیگه و حتی مواد ندارن که اونمو فضای خانه رو واسطه از بخاری که گرم بسازه، حتی اونمو وسیله هم ندارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که صدقه خشم و غضب الله را دور میسازه. بنابراین شما میتونید که هم دوستایی که خارج از کشور هستن از طریق اکانت نمبر بانکی ما که در اروپا است و شما مشاهده میکنین میتونن دستگیری کنن و همچنان عزیزایی که در داخل از کشور هستن میتونن نیز از طریق اکانت نمبر که شما مشاهده میکنین از طریق کمک کنن و در ضمن شماره ها فعال است. آدرس ها شما در زیر این ویدیو مشاهده میکنین، از طریق میتونین هموطنان ما را دستگیری کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.